جایی که آقای اردوغان میگه مرزهای منطقه باید تغییر کند برگردد به جای سابقش، ما موافقیم. به کدوم دوره برگرده؟ اشکانیان؟ خب ترکیه مال ماست. ساسانیان؟ ترکیه مال ماست. صفویه نصف منطقه مال ماست. کی میخواید برگرده؟ به چه دوره ای؟ به هر کدومش بگید ما موافقیم. کاری نکنید ما به عنوان قدیمی ترین ملت منطقه نقشه‌های قدیمی رو کنیم مدعی پاکستان و سعودی و مصر و همین 2 سال پیش توی مصر حفاری کردن این اسبا و نمیدونم شمشیر و مخلفات نیروهای شیعیان اونجا تو مصر پیدا کردن. شما اصلا رو نقشه شوخی نکنید. آقای اردوغان روزی که فرار میکردی از آسمان ایران ما بهت گفتیم برگرد، برو آنکارا، برو استانبول. ما بهت گفتیم دیده باشه بود دور از چشم، برو وسط مردم. ما گفتیم از موبایل استفاده کن، اطلاع رسانی. تلفن تو رو برگردوندیم سر قدرت.